من قراره چیزایی رو که خودمون انجام میدیم شب قبل امتحانای پزشکی و فرداش میریم امتحان و پاس میشیم بهتون بگم. اگه شما اینا رو بدونین و انجام بدین و امتحان مدرسه‌تون نمره خوبی نگیرین، اگه الان شب امتحانه یا 2-3 روز مونده به امتحان و هیچی نخوندی که احتمالاً همینطوره، بر همین داری این ویدیو رو میبینی، و بدونی که اوکیه، اولا پنیک نکن، آروم باش و گوش کن به چیزایی که میگم. الان خیلیا مثل تو دارن این ویدیو رو میبینن به خاطر اینکه شب امتحانه و تازه میخوان درس بخونن. خیلی از ما هم سالهای قبل همین شرایط رو داشتیم ولی درسمون رو خوندیم و رفتیم یه نمره خوب گرفتیم. تو هم میتونی، چرا نتونی؟ ببین، اولین چیزی که باید بدونی اینه که خیلی از درس‌ها، مخصوصا درس‌های حفظ کردنی، باید تمرین و تکرار بشه تا آدم بتونه خوب حفظ بشه و بتونه نمره خوب بیاره. حالا مثلا شب امتحانه، 2-3 شب قبل امتحانه، من الان که وقت ندارم 7 دور کتابو بخونم، پس چی کار کنم؟ 3 رنگ خودکار، هایلایت، مداد رنگی، هر چی که میخوای بگیر. این کارهایی که میگم باید بکنی. وقتی که داری کتابتو میخونی، جزوتو میخونی، هر چی که هست، اون چیزایی که اصلا نمیفهمی یا بگیم زیر 10% امکانش هست که اصلا یادت باشه و سر امتحان بتونی اونا رو بنویسی، قرمز میکنی. همینطور که داری میخونی یه سری مطالبی هست که 50-50 یاد میگیری، یعنی یاد میگیری چیا ولی مطمئن نیستی که تا روز امتحان یادت میمونه یا نه. اینا رو مثلا بگیم زردش میکنی. و حالا یه سری مطالب هست که بالای 70% بلدی و فهم کنی احتمال زیاد یادت بمونه، اما اگه وقت داشتی دوست داری حتما اینا رو یه مرور بکنی، شاید نکات مهمیه، اونا رو مثلا سبز میکنی. اوکی؟ چیزی که خیلی مهمه اینه که ما چون تایم نداریم کل کتاب رو چند بار مرور کنیم، باید حتما یه تایمی بذاریم، حتی شده خود روز امتحان، صبح قبل امتحان 1 ساعت 2 ساعت قبل امتحان، اون نکاتی که قرمز و زرد کردیم و حتما باید مرور کنیم و بخونیم. طبق تجربه‌ای که من خودم داشتم، درسای حفظ کردنی و آدم حداقل بهتره 2 بار کتابو بخونه که دیگه مطمئن شه میتونه 20 بگیره. و علاوه بر این هنوز باید اون چیزایی که هایلایت قرمز و زرد کردی و صبح امتحان بخونی، حتی اگه 2 دورم کامل کتابو خونده باشی. همیشه وقتی شب امتحان میشه این درگیری و هممون داریم که الان بخوابم، خستم دیگه، ذهنم خسته است، یا نخوابم، این همه درسم مونده باید درس بخونم. واقعیت اینه که یه آدمایی مثل من نمیتونیم کل شب و بیدار بمونیم. با حداقل 2 ساعت 3 ساعت بخوابیم که فردا صبحش اصلا بتونیم سر امتحان یه چیز بنویسیم، اصلا یادمون بیاد که مطالبی که خوندیم چی بوده. ولی خب بعضیام اصلا مشکلی ندارن 2 روزم بشه بیدار میمونن واسه امتحانات. واقعیت اینه که خیلی بهتره و خیلی سالمتره اگه آدم بتونه چند ساعت بخوابه و به مغزش یه استراحتی بده، واقعا کمک کننده است. اما اگه میخواین بیدار بمونین و نمیتونین بیدار بمونین، یه روش خوبی که ما همیشه انجام میدیم قبل امتحانمون اینه که توی گوگل میت با هم میتینگ میذاریم با دوستامون چند نفری، و چون میدونیم که هر کسی که الان توی میتینگ داره درس میخونه و بیداره، دیگه نمیخوابیم و بیدار میمونیم درسمون رو میخونیم. حالا فرضاً 20 ساعت دیگه امتحانه، تو هم میخوای بخوابی، هم میخوای کلی درس بخونی، مرورم بکنی، نمونه سوالم بزنی، نمیدونی اصلا کی این کارا رو باید انجام بدی. اینجا برنامه ریزی کردن خیلی مهم میشه. فکر نکن چون شب امتحانه دیگه نیازی نیست برنامه ریزی کنی و قرارم نیست که بشینی 1 ساعت برنامه با جزئیات بنویسی. اصلا توی ذهنت، یا اگه واقعا سخته و یادت میره یه جا بنویس سریع، فقط در این حد که یه محاسبه ذهنی سریع انجام بدی که هر کدوم از درس‌ها چند ساعت باید وقت ببره، چند ساعت برای نمونه سوال وقت دارم، برای مرور وقت دارم، همه اینا. فرضاً اگه 20 ساعت تا امتحان مونده و تو 15 تا درس رو باید بخونی، بگی که مثلا من برای هر درس 2 ساعت میخوام تایم بذارم، خب نمیشه که، منطقیه که نشه، درسته؟ ولی وقتی آدم برنامه ریزی نمیکنه، همش میگه نه نیاز به وقت بیشتر دارم، بذار اینو یه کمی بیشتر بخونم، 1 ساعت بیشتر بخونم، بعد همینطور تایمش میره، صبح شده میبینه که بیدار میشونی همه جا چرا انقدر نوره، اینجا کجاست؟ پیام نوره. آفرین، این یادت باشه.
صبح میشه میبینی 2 ساعت دیگه امتحانه، تو نصف درسات هم نخوندی، مرورم نکردی، هیچی. بعد اینکه به این توجه کنی که از هر درس قراره چند تا سوال بیاد، هر سوال چند نمره داره، این خیلی مهمه. نرین یه درسی که نیم نمره ازش قراره سوال بیاد 3 ساعت وقت بذارین که وقت اون درسایی که مهمتره بره. برای اینکه بهتر بتونیم وقتمون رو مدیریت کنیم و انقدر وقت تلف نکنیم شب امتحان، باید از چیزای دیگه کمک بگیریم، مثل خلاصه نویسی های دیگران، مثل جدولایی که توی کتاب تستا، کتاب کارا نوشته شده. دیگه اون موقع واقعا وقتش نیست که بشینیم خلاصه بنویسیم واسه خودمون یا بشینیم جدول بکشیم تر و تمیز. باید از چیزایی که آلردی ساخته شده و بر ما هستش که بتونیم استفاده کنیم. جمله بندی. قطعا بهتر آدم خلاصه نویسی خودشو داشته باشه، ولی خب اون دیگه کاریه که در طول ترم باید انجام شه. ایشالله که ترم بعد انجام میدیم. میدونم. نمونه سوال. اگه داری این ویدیو رو میبینی، من واقعا نمیبخشم اگه بدون حل کردن نمونه سوال بری سر جلسه. خیلی مهمه. شما باید بتونین حداقل 2 سری از نمونه سوالای سال قبل رو حل کنین، 100% جواباشو بلد باشین، چون احتمال اینکه سوال ازش بیاد خیلی خیلی زیاده. حالا چه سوال دقیقاً همونه یا مشابهه، بالاخره قرار سوال بیاد و اگه بلد نباشی، فقط سریع از روی نمونه سوال دیده باشی و رد شده باشی، بعد امتحان حرست در میاد که من این سوال رو دیده بودم ولی حل نکرده بودم، یاد نگرفته بودم، الان نمره‌مو الکی از دست دادم. اگه امتحانتون نهایی نیست، مثلا امتحان 12 نهایی، 9 نهایی نیست که نمونه سوال آماده داشته باشین از قبل، 2 تا کار خیلی خوبی که میتونین بکنین. یکی این که از خود معلم بپرسین. واقعا چیز خوبیه. بعضی معلم‌ها شاید همکاری نکنن و چیزی نگن، ولی بعضی واقعا میگن بهتون که کدوم قسمت‌ها مهم‌تره و کجاها رو بهتر بخونید. و اینکه خیلی خوب میشه اگه از شاگردای قبلیشون، مثلا از بچه‌هایی که سال قبل با همین معلم کلاس داشتن، بپرسین که آقا این از کجا بیشتر سوال میده، چه جوری سوال میده. اینم خیلی کمک میکنه. واقعیتش اینه که من فکر می‌کنم بچه‌هایی که نمیرسن تا خود امتحان خوب درس بخونن، بیشترشون به خاطر استرسی که دارن نتونستن درس رو تموم کنن و اونطوری که باید بخونن. میدونم واقعا شرایط استرس‌زاییه، خیلیاتون امتحان نهایی دارین، خیلی مهمه، توی کنکورتون تاثیرگذاره فلان و همه اینا باعث میشه استرس آدم بالاتر بره. بعد وقتایی که آدم استرس داره، همش تو ذهنش داره به خودش میگه وای من اینو بلد نیستم، وای نمیدونم این چیه، وای قراره امتحانو خیلی بد نمره بگیرم، وای مثلا کنکورم هم خراب میشه، وای تموم شد دیگه. یه کاری که من میکنم اینه که مهم نیست چقدر خوندم برای امتحان، برای اینکه حداقل اعتماد به نفس داشته باشم و بتونم از چیزایی که بلدم استفاده کنم، لازم دارم که ریلکس باشم. برای همین همش به خودم میگم من هر چیزی راجع به این امتحان باشه بلدم، من هر چیزی راجع به ریاضی باید بدونم بلدم و هی اینو تکرار میکنم. خیلی فکر میکنم بهتر از این باشه که من هی راه برم به خودم بگم وای من هیچی بلد نیستم، وای من هیچی نمیدونم و استرس بگیرم. این استرس نمیذاره من درس بخونم، نمیذاره از چیزایی که بلد هستم سر امتحان استفاده کنم. همه اینا میگذره. یادتون باشه که اول ویدیو چی گفتم. الان خیلی همزمان با شما در این ویدیو رو میبینن، شرایطشون همینه، قراره همتون خیلی خوب امتحانتون رو بدین، نگران نباشین، این کارا رو انجام بدین و امیدوارم واقعا نمره خوب بگیرین. یه سری نکات خیلی خوب دیگه هم واسه شب امتحان من قبلا توی یه ویدیو گفته بودم که خیلی هم ویو خورد و بچه‌ها خیلی دوستش داشتن. اگه ندیدینش و الان میذارم براتون اینجا و میتونین اونم ببینین. امیدوارم که کلی موفق باشین.